اگه فکر میکنی فتوشاپ سخته، این ترفندا نظرتو عوض میکنه. من وحید هستم و اینجا فتوشاپ رو میتونی سریع و حرفه‌ای یاد بگیری. خب قبل از اینکه بریم سراغ 5 تا ترفند مخفی فتوشاپ، حتما کانال ما رو ساب کنید و نظرتون رو حتما تو کامنت ها از ما بپرسید. و اگه این ویدیو رو هم لایک کنید، انرژی خوبی به ما میدین. خب خیلی از طراحای مبتدی واسه اینکه بک‌گراند رو حذف کنن میان از یکی از ابزار سلکشن استفاده میکنن و اون آبجکت رو سلکت میکنن، بعدش هم ماسک ازش میگیرن. ولی اگه دقت بکنید این لبه ها همه به صورت قیچی مانند شده. اما ترفند مخفیش اینجاست. خیلی ساده روی ریموو بک‌گراند میزنیم، بک‌گراند درمون حذف میکنه و سوژه ازش جدا میشه. خب حالا بیاین با هم دیگه بریم سراغ ترفند دوم. توی ترفند دوم بعضی میان یک روش اشتباه رو انجام میدن. برای چی؟ برای انعکاس گذاری اون شی. واسه اینکه انعکاس بذارن میان از لایه آبجکتی کپی میگیرن، بعدش میارن لایه پایین تری و اپاسیتیش رو کم میکنن که میزان شفافیتش کم بشه. بعد از اون لایه که کپی گرفتن و اپاسیتیش رو پایین آوردن، میان یک ماسک میگیرن و با براش زیرش رو براش میزنن و محوش میکنن که یک انعکاس مثلا درست کردن. اما روش درستش اینجوریه. از آبجکتم 2 تا داپلیکیت میگیرم، بعد لایه کپی دوم رو به حالت انتخاب در میارم، وارد منوی فیلتر میشم، از زیر منوی فیلتر بلر و گاشین بلر رو اضافه میکنم به این لایه. بعد در پنجره بلر میزان بلرش رو کاهش میدم. البته بسته به نوع آبجکتتون این عددی که واسه یه بلر در نظر میگیریم متفاوته. حالا لایه که تر بلر رو بهش دادیم رو به لایه پایین تری انتقال میدیم. بعدش وارد منوی فیلتر میشیم، از زیر منوی فیلتر، فیلتر گالری و پس بلر رو انتخاب میکنم. در پنجره پس بلر مقدار بیسیک بلر رو تغییر میدم و اسپیدش رو زیاد میکنم. اینجام دقیقا مثل فیلتر قبلی بسته به نوع آبجکتتون این عدد اسپید متفاوته. اگه دقت کنید در پنجره پس بلر وسط آبجکت یک فلش وجود داره. فلش نشون میده که انعکاسمون از چه جهتی باشه. بعد از اینکه جهتش رو مشخص کردیم، از این قسمت میتونیم میزان انعکاسش رو بیشتر کنیم. بعد از اینکه تمام این تنظیمات رو انجام دادیم، به نتیجه دلخواه رسیدیم، از قسمت بالا اوکی رو میزنیم. خب برای اینکه انعکاسمون طبیعی تر بشه و یه حالت سایه زیر اون آبجکتمون در نظر بگیریم، من از ادجاستمنت استفاده میکنم. تو این قسمت از ادجاستمنت اکسپوژر استفاده میکنم. بعد از اینکه ادجاستمنت اکسپوژر ایجاد شد، اون رو کلیپی ماسک میکنم به لایه پایینیش. بعد از اینکه کلیپی ماسک کردم، میزان اکسپوژر رو کاهش میدم تا شادوهای انعکاس هم دیده بشه. بعدش میزان شفافیتش رو کاهش میدم که یک ظاهر طبیعی به خودش بگیره. خب حالا بریم سراغ ترفند سوم، ببینیم ترفند سومی چیه. من میخوام سایه‌گذاری برای یه مدلم انجام بدم. حالا سایه‌گذاری به چه شکلی انجام میشه؟ اولین کاری که میکنم از لایه مدلم یه داپلیکیت میگیرم. بعد کلید کنترل رو پایین نگه میدارم و روی تامنیل لایه دوم یه کلیک میزنم تا مدلم به حالت انتخاب در بیاد. بعد از اینکه مدلم به حالت انتخاب در اومد، چون فورگراندم رنگ مشکیه، کلید ترکیبی آلت و بک اسپیس رو میزنم که مدلم کامل مشکی بشه. حالا این لایه که مشکی کردم رو میزان شفافیتش رو به 50% میرسونم. بعدش وارد منو ادیت میشم، از زیر منو ادیت پرسپکتیو وارپ رو انتخاب میکنم. حالا با توجه به جهت سایه یک پرسپکتیو میدم. در قسمت تنظیمات حالتش رو میذارم روی وارپ و به سایه هم جهت میدم. حالا برای اینکه سایم طبیعی تر بشه، وارد منو فیلتر میشم، از زیر منو فیلتر بلر و یک بلر دیگه به سایم میدم. خب اینم از ترفند سایه گذاری. خب بریم سراغ ترفند چهارم. این ترفند میخوایم رنگ لباس مدلمون که سفید هستش رو به مشکی تغییر بدیم. چی کار باید بکنیم؟ بیا تا بهت بگم. قبلش باید لایه لباسمون که سفید هستش رو به حالت انتخاب در بیاریم. با هر ابزار سلکشنی که دوست داریم میتونی این کارو بکنی، هر کدوم که راحت تر هستی. من از ابزار پن استفاده میکنم، دقیق تر بود و راحت تر میتونستم سلکت بکنم. بعد از اینکه سلکت کردم یک لایه جدید از قسمت سلکت شدم میسازم که من این کار از قبل کردم، آماده دارمش. بعدش وارد ادجاستمنت ها میشم و یک ادجاستمنت کربز ایجاد میکنم. خب حالا وقتشه که این ادجاستمنت رو کلیپی ماسک کنم به لایه لباسم، بعد میزان شادوهاش رو افزایش بدم و میزان هایلایتش رو
از بالا به سمت پایین کاهش بدم. بچه‌ها الان میتونید قبل و بعد کار رو ببینید که چطوری یک لباس سفید رو به مشکی تغییر دادیم. حالا بریم سراغ ترفند پنجم و ببینیم اون به چه شکلی میشه انجام داد. این ترفند میخوایم یک موکاپ روی برگه بسازیم. خب اولین کاری که میکنم از قسمت ابزارهای یک شیپ مستطیل شکل رو انتخاب میکنم و شروع میکنم به کشیدن. بعد از اینکه ترسیم شیپم کامل شد، لایه شیپم رو به اسمارت آبجکت تغییر میدم. بعدش ابزار موو رو انتخاب میکنم، روی لایه شیپم کلیک میکنم که به حالت انتخاب در بیاد. بعدش کلید ترکیب کنترل تی رو میزنم که ابزار ترانسپورت برای من فعال بشه. حالا روی شیپم کلیک راست میکنم و دیستورت رو میزنم. بعد میزان اوپاسیتیش رو کاهش میدم که پشت زمین رو ببینم و گوشه های شیپم رو به گوشه های برگه وصل میکنم. بعد روی لایه شیپم کلیک راست میکنم و این بار وارپ رو میزنم که بتونم اون حالت کمانی شکل، اون حالت هلالی شکل رو ایجاد کنم. بعد روی تامنل لایه‌ای که قبلا اسمارت آبجکت کردم دابل کلیک میکنم که وارد یک سند جدید بشه. در اینجا اون طرحی رو که میخوام ازش موکاپ درست کنم و وارد این سند میکنم. بعد با استفاده از کلید ترکیب کنترل اس این سند رو ذخیره میکنم که روی طرح کاغذم بیفته. خب دوستان اینم از ایجاد کردن موکاپ. این موکاپ یه خوبی که داره، میتونید به صورت فایل PSD یا اون فایل فتوشاپ ذخیرهش کنید و تصویرهای دیگه رو جایگزین تصویر که من الان انداختم بندازید. و اگه از این ترفند خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادت نره، چون توی ویدیوهای بعدی ترفندهای فتوشاپ 2025 رو میگم که هنوز هیچ کسی نشون نداده.